آرام باش مصطفی. مادر جان لطفا. چوپتا بگی آتش پرچه کت 30 نفر خودت زدی بازم. برای من میگی که مادر اجازه نمیده. نه مادر باش. مادر داری مصطفی من بزن. آسیا صبرم لبریز میکنه. از دست مشکلات خلاص نشدنیتون صبر مام لبریز شده. بازی تایر دیوانه ما مچم که چی گفته از پشت او زن رفت و گم شد. دیوانه شدم من رفتم دیگه بگیر. کجا میری بیادر؟ دلم با اسکلم. تو را چی؟ آدم نشدی؟ چطور بیادر؟ میرم تایر را پیدا میکنم. کجا برم؟ شما هم شرکت برین. بکار نشینین. مصطفی امکان نداره. اجازه نمیتون بری. حالا مصطفی بیا که گوشت در روی زخمایت بانم. اگه نیتا شوه روی دگام میپنه. بانکو بپنده زن بیازو هیچ فایده نمیکنه. فایده میکنه چرا نکنه. پدرمام که کلکای نفس پانسمان میکرد گوشت مونده بود. آسیا پدرت چه وقت نفس دیده که در کلکای شکستش گوشت مونده؟ آسیا چی مصطفی؟ وای زن چی گولا باو دادن که از ما پت میکنه. با این چشم کبوتتا بسیار مقبول معلوم میشی. اول ای که با مرد مقبول گفتن میشه. دوم ای که از چی وقت حالا به خاطر تداوی مردمه با جای دکتر پیش ملا عثمان میبرین ها؟ خب درست است مقبول گفتن همیشه جذاب گفتن میشه. وای آسیا وای از دستت. چی مصطفی چی؟ آسیا به نظر تو تایرشان امکان داره که پیش ملا عثمان رفته باشه؟ چی فکر میکنی؟ ایاخه سر دستت بان دخترم. بسیار تشکر زیاد به زحمت شدید. خواهش میکنم. مادر سلکو چی رسم کردیم؟ نشان بده بچیم. مکه بیهوش بود و تایر برام تنفس مصنوعی میداد. سلام علیکم کاکا جان. علیکم سلام نظیره دخترم بیا بشین. تنفس مصنوعی برام میداد. کلکایش چطور شکسته تایر؟ پیشتر خو برات گفتم نظیره شکسته دیگه. بیبی جور میشه یا نه؟ یک بار ببینمش باز گفته خواد تانستم. بیا در مخواه دکتر ارتوپیدی نیستم، دکترم نیستم، فقط نرس هستم. نرس. خوب شد گفتی نظیره. اگه نه نمیفهمیدیم. یک چاره برش پیدا کن. بسیار مزه‌دار بود. دستایتان درد نکنه خاله جان. شما پخته کردن یا عروسان ایره بگوین. توف زار مرگت شوهرمو مرا هیلا کنی. ماشاءالله ماشاءالله. نجو جان از این منطقه دریای سیاه برات یک زن میگیرم. بسیار خوب دوام میزنن به خدا و هم خوب به فکر شوهرای خود میباشن. پدرت کجا بردشان ها؟ کجا رفتن؟ احمق اگه نه از زنت پرسان خواد کردم.
گوش کنی با او دست نزنی. نه اول باید زنه طلعت کنم. نه این قسم نمیشه، اول باید پدر طلعت کنم. هر رقم شوه جای فراریا را بر ما خواد گفتن. بگو کجا رفتن بگو. احمق، اگه بمارمان براتون نمیگم. یا الله. بولند جان، وضعیتش قرار است؟ هیچ خوب نیست خانم میشن. اینا جای نفسشان رو نمیگن، نفرای مام کم از بکششان. در یک جنجال کلان افتیدیم. خدا جزایشان بده. لطفا خانم میشن براتان عذر میکنم، یک کار کنین تا همین جنجال خلاص شود. سعیس قد کن، من خودم میایم. تا شما برسین کار خلاص میشه، از بین خود رفتن. درست از بولند گفتم قد کو، کم فکر کنم تو به بهار جان، میشه یک تکت تیاره هر چیز تر به طرف ترابزون برم بگیری؟ بسیار عاجل است. و ها آقا قدرتم بگو. گو که هر چیزو تر بیایم. بسیار تشکر. جوابت بدت. خانم ایشان زنگ زده. چارج گرفته یا؟ 50% چارج گرفته. بطه یک دقیقه صبرشن. یعنی چی که امروز بست است بیادر؟ من آن خوردن آمدیم. متاسفانه هیچ چیزی نمانده بیادر. هیچ چیز نمانده؟ ها هیچ چیز نمانده. شروع هم نمانده. کارمنده ما زیاد گوش نشده بودن، خلاص شد. به خاطر که یک جلسه شرکت داشتیم زیاد گوش نشده بودن. اما شنیدیم که این پایین‌تر یک رستوران دیگه است، نانش بسیار مزه‌دار است. باور کنین اونجا برین. توبه. نوش جانتان. بگویشن بگو. ودت چطور هستی جانم؟ خوب هستی؟ خوب خواهد شدم. البته که خوب خود شدی. کارای اشتباه خو نمی‌کنی، اما تو نیست. گوش کو، اون منطقه کارا دنیز است. اگه کدام کار خلاف کنی در جنجال خود افتیدی. گفته باشم ایشان جان، تا چه وقت دیگه همراه من مثل اشتکار رفتار میکنی؟ من دیگه زیاد نصیحت نکن. من خودم میفهمم که چی کنم و چی نکنم. البته میفهمم که خودت میفهمی جانم. خداحافظ. من فعلا زیاد کار دارم، باید قطع کنم. اینجا حالا تو چلونه حرکت کن. برو. آفرین. اینم تو آدم احمق. سلام، خوش آمدین. بالا از این منطقهتان زیاد خوشم آمد. چی یک منظره زیبا و مقبول داره، خصوصا مایه های دریایتان بسیار خوشمزه است، باور کنین. چطور هستی شیر بچه؟ ها؟ ما کمی همراه بابا جانت کار داریم، باید همراهش به تنهایی گپ بزنیم تا هم اشکایت پاک و حالا دیگه. آفرین. ها؟ آفرین. طفل گریانو که اصلا خوش ندارم. بفرمایید داخل برید. بفرمایید. دروازه رو بسته کنید. آقا قدرت خوش آمدین. خوب شد که آمدین. تحقیقات درباره کالولیا تا کجا رسیده؟ نو تحقیق میکنی. لطفاً کم عجله کنین. من به ترابزون میرم. خوش میشم که تا شام کارتان خلاص شه و برم ایمیلش کنم. با چشم خانم. بسیار تشکر. ها بهار جان. بله خانم. اتکتایتان آماده است خانم ایشان. درست است جانم، بسیار تشکر. به خانه زنگ بزن برشون بگو که بکسمم تیار بانن. همی که طرف میدان اوی میرفتم میگیرم. درست است خانم، بچه‌شم. بسیار تشکر. سفر بی خطر داشته باشی. زنده باشی جانم.
قسم دردش کمه آرام خواد شد. شاید پوندیدگیشون بشینه. دستت زیاد شورنتی فامیدی از بنداجم دورش نکن. بسیار تشکر. قابل تشکر نیست. بازم قسمه که گفتم باید یک بار پیش دکتر بری و معاینه کنی. اگه دردش زیاد شد باید زودتر به شفاخانه برین که عفونت نکنه. ها شنیدی؟ حالا برو نظیره که سرتون ناوقت نشه. بسیار تشکر. به خاطر یازنیم اقا کاره خو باید کنم. منظورت نفهمیدم. تو؟ یعنی چی؟ دختر جان چی میگی؟ نه که خبر نداری. خاله ثانیه به خواستگاری مرجان آمده بود. آه مادر چی بگویمت؟ لالا طاهر اگه کسی دیگر زیر نظر کدی باز با مادرت بگو که خدا سرگردان نسازه. مادر ای مادر. خپک زیر بوریا برامو تیلو ده تو ای طاهر دیوانه